سلام، به چنل خودتون خوش اومدین. فال روزانه یک شنبه 31 تیر ماه 1403. متولدین فروردین. روز بسیار پرکاری در پیش رو دارید، اما غم به دل خود راه ندهید، چرا که به رغم حجم زیاد کارها انرژی سرشاری دارید و از انجام کارهای امروز خسته نخواهید شد. روحیه خجالتی دارید و نظرهایتان را در میان جمع مطرح نمی کنید. این رویکرد نبود اعتماد به نفس را در شما تقویت کرده، باعث شده تا دوستان و اطرافیان آنگونه که انتظار دارید روی شما حساب باز نکنند. در نتیجه ادامه این رویکرد به صلاح شما نیست و از امروز خجالت را کنار بگذارید و نظرهای خود را با صدای بلند و رسا در میان جمع مطرح نمایید. همسر یا عشق زندگیتان مدتی است در عشق شما به خود دچار شک شده. اجازه ندهید شک و تردید ایشان ادامه پیدا کند و در اولین فرصت پای صحبت‌های عشق زندگیتان بنشینید و دلیل رفتارهای خود را به ایشان توضیح دهید و هر گونه شکی را از بین ببرید. مهارت‌های خود را دست کم می‌گیرید و همیشه خودتان را سرزنش می‌کنید. امروز بهترین زمان برای ترک این عادت است و به خودتان قول بدهید که زندگی را با اعتماد به نفس بیشتری دنبال کنید. متولدین اردیبهشت. بی پرده سخن میگویید و حرفهایتان را رک و بوسکنده به زبان میآورید. امروز این رویکرد را کنار بگذارید. در غیر این صورت حرفی از دهان شما بیرون میآید و زمینه ناراحتی فردی را فراهم خواهید کرد. دزدی در کمین مال شما نشسته و امروز اگر چشم چپ کنید اموالتان به سرقت می رود. ذهن آشفته‌ای دارید و اضطراب امان شما را بریده است. اجازه ندهید این شرایط روز شما را خراب کند. به انجام کارهای دلخواه مشغول شوید و آرامش خود را به دست آورید. احتمال ایجاد مشاجره‌ای میان شما و یکی از آشنایان وجود دارد. در چنین شرایطی بیشتر از همیشه مواظب رفتار خود باشید و کاری نکنید که اطرافیان از شما دلخور شوند. دوست قدیمی که خاطره‌های خوشی از رفاقت با ایشان دارید امروز به دیدارتان می‌آید و فرصتی پیدا می‌کنید تا در کنار این دوست قدیمی بنشینید و از روزهای خوش گذشته بگویید. اختلاف نظر جزئی میان شما و عشق زندگیتان ایجاد خواهد شد، اما جای نگرانی وجود ندارد و این اختلاف نظر ختم به خیر می‌شود. اعضای خانواده امروز شما را حسابی تحویل می‌گیرند و لحظه‌های سرشار از شادکامی و رضایت در انتظار شماست. لطف اهل منزل را پیش خود نگذارید و در اولین فرصت محبت‌های ایشان را جبران کنید. متولدین خرداد. مدتی است که از رسیدگی به خودتان غافل شده اید و آنگونه که باید و شاید مواظب سلامتی خود نیستید. قبل از اینکه این رویکرد کار دست شما بدهد، بیشتر از همیشه مواظب سلامت وجود نازنینتان باشید. فرصتی برای افزایش درآمد دارید، اما قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری جوانب این کار را حسابی بررسی کنید. بر این باور هستید که همسر یا عشق زندگیتان شما را عاشقانه دوست دارد، اما آتش محبت عشق زندگیتان به شما از چیزی که فکرش را می‌کنید بیشتر است و امروز اتفاقی خواهد افتاد و این اتفاق باعث می‌شود تا به محبت عمیق و بی‌پایان عشق زندگیتان پی ببرید. با فرد دنیا دیده‌ای آشنا خواهید شد. این آشنایی را به دوستی بلند مدت تبدیل کنید و تجربه‌های زیادی از ایشان فرا بگیرید. متولدین تیر. عازم سفر هستید، اما به هر قیمتی که شده از این سفر صرف نظر کنید، چرا که خطری جان نازنینتان را در این سفر تهدید می‌کند. به سینه فردی که می‌خواهد از شما پول قرض کند دست رد بزنید. در غیر این صورت هرگز روی پولی که امروز به این فرد می‌دهید را نخواهید دید. با کمک روحیه شوخ و خوشمشربی که دارید به اطرافیان روحیه دهید. عشقی سوزان آتشین را امروز تجربه می کنید و این عشق به تنهایی و افسردگی شما خاتمه می دهد. توانایی و مهارت‌های خود را دست کم نگیرید. اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و با تکیه بر مهارت‌هایی که دارید موفقیت‌های بیشتری به کارنامه زندگیتان اضافه کنید. یکی از آشنایان امروز کار خاصی می کند تا زمینه خوشنودی شما را فراهم نماید. این رفتار را پیش خودتان نگذارید و به ایشان ثابت کنید که شما هم از هر کاری برای خوشنودی وی دریغ ندارید. زندگی را سخت نگیرید و قصه دنیا را نخورید. انسان خلاقی هستید، اما مدتی از چشمه خلاقیت شما خشکیده و خبری از نوآوری در زندگیتان نیست. این رویکرد را تغییر دهید و با انجام کارهای خلاقانه و سرگرم کننده روحیه خود را بهبود ببخشید. متولدین مرداد.
یکی از دوستان قدیمی که مدت زیادی از خبری از وی نداشته اید امروز به دیدارتان می آید و فرصتی پیدا می کنید تا خاطره‌های خوش گذشته را با هم زنده کنید و حسابی خوش بگذرانید. برای سرمایه گذاری با افرادی که تجربه بیشتری نسبت به شما دارند مشورت کنید و پولتان را در کاری سرمایه گذاری کنید که ضرری به دنبال نداشته باشد. دوستان یا اعضای فامیل امروز به دیدارتان می آیند. از هم صحبتی با آشنایان و نزدیکان نهایت استفاده را ببرید و لحظه‌های سرشار از شادکامی را پشت سر بگذارید. امروز روز عاشقی شماست و اگر تاکنون عاشق نشده اید امروز چشمتان به یاری خوشقد و بالا می افتد و در اولین نگاه عاشق ایشان خواهید شد. این عشق را جدی بگیرید و مطمئن باشید که با عشقی گرم و آتشین طرف هستید. سفری در پیش دارید و در این سفر به شما خوش نخواهد گذشت. اما تن به این سفر بدهید و رنج سفر را به جان بخرید، چرا که دستاورد مهمی در این سفر نصیب شما خواهد شد. افکار سازنده‌ای در ذهن دارید، اما به این افکار بها نمی‌دهید و اراده‌ای برای اجرای فکرهای سودمند خود ندارید. در اولین فرصت عزمتان را جزم کنید و چیزی که در ذهنتان است را انجام دهید. مطمئن باشید در نهایت همه چیز به نفع شما تمام می‌شود. متولدین شهریور، مدتی از اتفاقهای ناگواری در اطراف شما رخ می‌دهد. اجازه ندهید این اتفاق زمینه افسردگی شما را فراهم کند. در عوض تلاش بیشتری انجام دهید و اوضاع زندگیتان را بهبود ببخشید. پولی که قرض کرده اید را امروز به هر قیمتی که شده پرداخت کنید. در غیر این صورت فردی که از ایشان پول گرفته اید امروز آبروی شما را میبرد. همسر یا عشق زندگیتان را عاشقانه دوست دارید و امروز میخواهید با خرید هدیه‌ای عشق بی‌پایان خود را نثار ایشان کنید. مطمئن باشید که عشق زندگیتان این رفتار شما را فراموش نخواهد کرد و در آینده ایشان نیز به شما ثابت می کند که از صمیم قلب دوستتان دارد. فرصتی برای گردش و تفریح پیدا می کنید. این فرصت را به فال نیک بگیرید و تا می توانید خوش بگذرانید. فرصتی برای انجام کارهای انسان دوستانه مهیا می شود. با انجام کارهای خیر به آرامش برسید و روزتان را سرشار از شادکامی کنید. متولدین مهر، اهل خنده و شادی نیستید و این روحیه زمینه افسردگی شما را فراهم کرده است. امروز زمان مناسبی است تا با خنده درمانی برای افسردگی‌های خود پیدا کنید. احتمال دارد که امروز کالایی با ارزش یا پولی را گم کنید. به صلاح شماست که ششدانگ حواستان را حسابی جمع کنید و چشم از اموال و دارایی‌های خود بر ندارید. اهمیت زیادی به انجام خواسته‌های اعضای منزل می‌دهید و این رویکرد شما را حسابی خسته کرده است. موقعیت جدیدی برای دستیابی به موقعیت‌های بیشتر سر راه شما قرار می‌گیرد. به صلاح شماست که بیشتر از همیشه حواستان را جمع کنید و به فکر شکار فرصت‌ها باشید. علاقه‌ای به بودن در کنار اعضای خانواده نشان نمی‌دهید و فرد محبوبی در میان اعضای خانواده نیستید. دوری از خانواده به صلاح شما نیست و امروز فرصتی را برای بودن در کنار اهل منزل اختصاص دهید و از امروز به بعد رفتاری مهربانانه را با آنها در پیش بگیرید. مدتی است که احساس می‌کنید کارها آنگونه که انتظار دارید پیش نمی‌رود و از روند انجام کارها رضایت ندارید. امروز ورق برمیگردد و کارهای روزانه راحت‌تر از چیزی که فکرش را بکنید انجام خواهد شد. غمی به جانتان نشسته و حسابی ناراحت هستید. اجازه ندهید غصه‌ها شما را بیش از حد تحت فشار قرار دهند و در اولین فرصت فکری به حال این وضعیت بردارید. متولدین آبان، از ورزش دوری گرفته اید و این وضعیت سلامت شما را به خطر انداخته است. قبل از اینکه کم تحرکی برای شما دردسر درست کند، از امروز فرصتی را برای ورزش کنار بگذارید و اجازه ندهید کسالت و بیماری سلامت وجود نازنینتان را به خطر بیاندازد. مدت هاست که پولی را برای انجام کاری سرمایه گذاری کرده اید، اما تاکنون از این سرمایه گذاری خبری نبوده و سودی روانه جیبتان نشده است. امروز سایه همای سعادت بر سر شما می افتد و از محل این سرمایه گذاری سودی روانه حساب‌های بانکیتان می شود. احتمال ایجاد مشاجره میان شما و یکی از اطرافیان وجود دارد. در این مشاجره کوتاه بیایید و خودتان را ناراحت نکنید. خبر فرخنده‌ای به دست شما می رسد. این خبر را با اعضای خانواده در میان بگذارید و لحظه‌های شادی را تجربه کنید. اعتماد به نفس سرشاری دارید، اما از این روحیه استفاده کافی را نمیبرید. از امروز خودتان را دست کم نگیرید و به موفقیت‌های بیشتر فکر کنید. همسر یا عشق زندگیتان روزی سرشار از عاشقی را برای شما در نظر دارد و عشقی ناب و فراموش نشدنی را تجربه خواهید کرد.
اتفاق غیرمنتظره‌ای در چند روز آینده رخ می‌دهد. اجازه ندهید این اتفاق شما را از هدف‌هایتان دور کند. متولدین آذر: اراده و عزم راسخی ندارید و این روحیه زمینه ناراحتی و افسردگی شما را فراهم کرده است. ادامه این رویکرد اصلا به صلاح شما نیست. فکری به حال تقویت اراده خود بردارید و کشتی زندگیتان را ساحل مقصود برسانید. یکی از آشنایان پیشنهادی برای موفقیت و پیشرفت با شما در میان می‌گذارد. این پیشنهاد را گوش کنید و مطمئن باشید انجام پیشنهاد این فرد زمینه موفقیت‌های بیشتر شما را فراهم خواهد کرد. مدتی است که وقتی را در کنار اعضای خانواده سپری نکرده اید. قبل از اینکه ادامه این وضعیت زمینه ناراحتی اهل منزل را فراهم کند، امروز زمانی را به اعضای خانواده اختصاص دهید و به ایشان ثابت نمایید که از هر لحظه‌ای برای بودن در کنار آنها بهره می‌گیرید. تغییری در زندگی شما ایجاد می‌شود. این تغییر در نگاه اول ناخوشایند به نظر می‌رسد، اما غم به دل خود راه ندهید. با تغییری روبرو هستید که در نهایت به نفع شما تمام می شود. دوستهای ناباب زیادی دارید و بیشتر وقت خود را با رفیق بازی تلف می کنید. قبل از اینکه دوستی با افراد ناباب آبروی شما را لکه‌دار کند، این وضعیت را خاتمه دهید و دور دوستای ناباب را خط بکشید. در مرحله حساسی از زندگی به سر میبرید و اگر دست از کار و تلاش بکشید و ناامید شوید، زحمت‌های شما به باد خواهد رفت. در نتیجه در مقابل سختی‌ها کمر خم نکنید و با جدیت بیشتری به کار و تلاش ادامه دهید و مطمئن باشید که فاصله چندانی با موفقیت و پیشرفت ندارید. کاری نکنید که همسر یا عشق زندگیتان به رفتارهای شما مشکوک شود. متولدین دی: احساس می‌کنید مانند گذشته قوی و تندرست نیستید و همیشه احساس ضعف و خستگی می‌کنید. دلیل این وضعیت در کم تحرکی و ورزش نکردن نهفته است. در نتیجه از امروز فرصتی را برای ورزش کنار بگذارید و با استمرار در ورزش و تحرک جلوی ضعف و خستگی را بگیرید. پولی که با 1001 زحمت به دست آورده اید را ولخرجی نکنید و به فکر روز مبادا باشید. انسان جاه طلبی هستید و به کم قانع نمی‌شوید. اگر مواظب این روحیه نباشید، در آینده کار دستتان می‌دهد. کار پسندیده‌ای انجام دادید. امروز این کار در نظر دوستان و اطرافیان جلوه می‌کند و مزد زحمت‌های خود را دریافت خواهید کرد. مهمان غیرمنتظری به منزل شما می‌آید و از آنجایی که انتظار مهمان را نداشتید، برنامه‌هایتان حسابی به هم می‌ریزد، اما جایی برای نگرانی وجود ندارد، چرا که از همصحبتی با این مهمان‌ها لذت خواهید برد و لحظه‌های شادی را تجربه می‌کنید. همسر یا عشق زندگیتان امروز بیشتر از همیشه به شما محبت می‌کند. لطفی که عشق زندگیتان به شما می‌کند را پاسخگو باشید و در اولین فرصت جام وجود ایشان را لبریز از عشق کنید. مدتی است که خبری از پدر مادر یا بزرگان فامیل ندارید و سری به آنها نزده‌اید. این رفتار زمینه دلخوری آنها را فراهم کرده است. اجازه ندهید این دلخوری ادامه پیدا کند و سری به پدر مادر یا بزرگان فامیل بزنید و به فکر دلجویی از آنها باشید. متولدین بهمن: دعای فردی عابد پشت سر شماست و امروز از دعای خیر این فرد بی‌نصیب نخواهید ماند. هزینه هنگفت را باید برای تحصیل خود یا یکی از اطرافیان خرج کنید. غم به دل خود راه ندهید، چرا که در آینده نزدیک پولی به دستتان میرسد و جای خالی هزینه‌ای که امروز خرج میکنید به زودی پر خواهد شد. حرفهای نیشداری میزنید، اطرافیان را با زبان خود آزار میدهید. قبل از اینکه این رویکرد باعث شود اطرافیان شما را کنار بگذارند، لحن کلام خود را تغییر دهید و با دیگران مهربان باشید. وقت خود را با انجام کارهای بیهوده تلف میکنید. چیزی به غیر از اتلاف عمر برای شما به دنبال ندارد. از امروز زندگی را جدی بگیرید و به یاد داشته باشید که وقت طلاست. به اعضای خانواده ثابت کنید که بیشتر از همیشه به فکر آنها هستید و در اولین فرصت کمی در کنار اهل منزل بنشینید و گل بگویید و گل بشنوید. احساس می‌کنید از همیشه بیشتر عاشق همسر یا عشق زندگیتان هستید و دنیا را به رنگ عشق و محبت می‌بینید. این احساس را با عشق زندگیتان در میان بگذارید و امروز را به خاطری عاشقانه و ماندگار تبدیل کنید. متولدین اسفند: شخصیت جذابی دارید و اطرافیان شما را به عنوان فردی محبوب و مردمداری می‌شناسند. این روحیه امروز به کمک شما می‌آید و اطرافیان برای حل مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستید، دست یاری به سمت شما دراز می‌کنند. اندوخته خود را برای انجام کاری سرمایه‌گذاری کرده‌اید. امروز خبر خوشی از این سرمایه‌گذاری به دستتان می‌رسد.
از این اتفاق درس بگیرید و در آینده پول خود را در کاری سرمایه گذاری کنید که بازخورد هنگفتی داشته باشد. مواظب باشید که احساساتی نشوید و تصمیم نادرستی نگیرید. در غیر این صورت برای همیشه از کاری که امروز انجام داده اید پشیمان خواهید ماند. در برابر تغییرات مقاومت می‌کنید و انعطاف‌پذیری لازم برای تعامل با رویدادهای غیرمنتظره را ندارید. این روحیه را کنار بگذارید و زندگی را با تمامی فراز و ورودهایش پذیرا باشید. همسر یا عشق زندگیتان امروز بیشتر از همیشه به شما رسیدگی می‌کند. محبت ایشان را پاسخگو باشید و لحظه‌های عاشقانه‌ای را تجربه کنید. به خودتان قول دادید که امروز سری به رستوران شیک و عینی بزنید و حسابی خودتان را تحویل بگیرید. اما روز خوبی را برای صرف غذا در بیرون از منزل انتخاب نکرده اید و بهتر است این برنامه را به آینده موکول نمایید. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.